فرقت شادیев ساکن 26 ساله ناحیه باباجان غفورف می باشد. او طول 5 سال این جانب راننده خط سیر رقم 41 است. میگویند مناسبت مردم در داد و گرفت مبلغ‌های فرسوده با رانندگان تشویش آور است. ما پول نمیگیریم، میگم ما پول درستید میگم، اما گرفتیم میگم نمیگم پول دردگی میتن گراندتیم ما امرش که چی گفتگی میگم. ساکنان میگویند نقطه‌های پولگذرانی به اصطلاح ترمینال ها نه همه مبلغ‌ها را قبول میکند. بعد نظرپرسی کوتاه معلوم شد که یک طبقه مردم امروز در جامعه مبلغ‌های فرسوده خود را در معاملات نمیبرند. فلان دردگر بانک علیش میکنند. فلان نمیزنم. میگذارم. بانک میرم. ها بانک رفته علیش کم نید میگم علیش میکنم. ای من نمیرم. ریدگیش نمیکنه. اگر قاعده‌اش نگاه کنیم بعضی جا نمیگیرد ایواز نمیکند باید با بانک ها رویم باید ایواز کردیم. پرچم پرچم کاغذ پول از نخ پخته ساخته شده دارای نخ‌های حمایوی می باشد. با وجود این هنگام معاملات در مدت کوتاه فرسوده می شود. همه بانک‌ها دستور عملی 211 بانک ملی تاجیکستان و قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت بانک‌ها وظیفه دار نموده است تا مبلغ‌های فرسوده شده را به یگان مانع عوض نمایند. امروز در قلمرو ولایت سوخت خصوص تشکیلات قرضی که در ولایت سوخت فعالیت میبرند این وظیفه اساسی که بانک هم میباشد مبلغ‌های فرسوده میباشد و مبلغ‌های فرسوده امروز گرفته به تشکیلات قرضی گرفته به شعبه منطقه بانک ملی سپرده میشود. این مبلغ‌هایی که فرسوده به گردش میبرده برآورده نمیشود، فقط برای گردش پول‌هایی که کارشایی هم به گردش برآورده می شود. تمام شهروندان میتونن بی ممانعت مبلغ‌های فرسوده رو به نقطه‌های فیلیال‌های ما آورده عوض کنند، به پول‌های کارشایی هم میتونن عوض کرده توانند. در روی پول ملی رسم، متن، رقم‌های افاده کننده ارزش پول، نشان دولتی تاجیکستان، علامت رمزی برای نابینایان، امضای شخصان مسئول آورده شده است. گزارش رحمان علی خالمرادov، ترسون علی شیرعلیев، پیام روز.